تشکیلات جمعیتی ابتدا دومین مراتبه روزنامه‌نگاران و بلاگرها و حقوقشناسان و فعالان جامعه شهروندی را در شهر خوجند به هم گرد آورد. حدود 50 نفر اشتراکداران در این همایش راه‌های بررسی مشکلات عمده جامعه را با هم بررسی کردند. تشبسکاران آن میگویند که در چند سال اخیر همکاری جانب‌ها کمرنگ شده است. در بعضی موردها همکاران ما یعنی نمایندگان جامعه شهروندی از جمله تشکیلات‌های جمعیتی، ادوکات‌ها، حقوقشناسان، ژورنالیستان گله می‌کردند که در کاری همدیگر همکاری کم می‌کنند یا اینکه از همکاری کردن خودداری می‌کنند و حتی در بعضی موردهای بود که با ژورنالیستان یعنی مصاحبه نمی‌کردند حتی و ما به خلاصه آمدیم که یک واقعی تشکیل کنیم و سلسله واقعی ها نیترش و تو اندازه کوشش کنیم که در بین این کسب و کار گوناگون یعنی نمایندگان جامعه شهروندی یک پول باشد یعنی مست باشد که آنها را نزدیک کند. خبرنگاران و نمایندگان نهادهای خبری در ولایت سوق میگویند که در منطقه دسترسی به اطلاع اگر یک مشکلی عمده گردیده باشد، همکاری کمی فعالان جمعیتی و کارشناسان از تشکیلات‌ها دامنه کار آنها را تنگ کرده است. یعنی برای روشن و واضح تقدیم کردن موضوع و مطلب صحبت کنندگان کم شدند و آزادی بیان هم تا حد زیر سوال رفته است. ما همگی در منطقه مثلا یک استاد نعمت الله میرسیدوف پیوسته کارشناس میگیریم چون که مثلا در صحبت های بدون ثبت همه آنها اقرار میورزند که بعد بیان فکرشان به آنها از جانب بعضی از نهادها فشارها میشود، حتی کارشناسان مسائل اجتماعی. بنابر همین شخصا من در اکثر مطلب هایی که حتی تحقیقاتی نه تحلیل عادی هم باشد من مشکلی میکشم. То есть мне приходится порой обращаться в Кыргызстан, в Узбекистан, в Казахстан. من مجبور میشوم که به کارشناسان قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان برای دریافت نظر مراجعت نمایم. برای بعضی موضوعهای یافتن کارشناس خیلی دشوار شده است. این همایش کمک میکند که همکاری را به راه مانیم و باز هم در بررسی موضوعها کمک نماییم. فعالیت ما بعداً نتیجه بخش خواهد شد. اشتراکداران در دو همایش سر آن بحث داشتند که جانب‌ها وضعیت همدیگر را کم درک می‌کنند و این باعث به اختلاف نظر می‌گردد و همچنین همکاری را کمرنگ می‌سازد. حقوقشناسان و وکیلان مدافع می‌گویند که سهم روزنامه‌نگاران در برآورد برداشتن معرفت حقوقی آدمان نظررس است. اما بعضی عامل‌های تاثیررسان این روند را سست کرده است. من همچون ادوکات پیش از اون که با روزنامه‌نگاران همکاری برم اول فکر میکنم که همین همکاری با روزنامه‌نگار با ژورنالیست‌ها آیا با منفعت کاری من حالی مثبت دارد یا حالی منفی. برای من وقتی که ما از نزدیک با همین ژورنالیست‌ها شناس میشیم و کاربری میکنیم باوری یکدیگر رو با هم چه ژورنالیست‌ها با ادوکات‌ها یا با تشکیلات‌های جمعیتی به فکرم زیچتر می‌نماید. البته تا این وقت نیز روزنامه‌نگاران با حقوقشناسان کار می‌کردند، سوالشون پیدا شد دویده می‌رفتند، بلوگران موادهای تشکیلات جمعیتی در صفحه خودشون می‌ماندند، لیکن این اقدام از آن جهت خوب است که من بعد آنها می‌توانند بعضن مسئله‌ها رو یکجایی عملی کنند که این البته بر منفعت کار است. سازمان جمعیتی ابتدا 3 سال پیش برای راه‌اندازی 3 هدف تأسیس یافته است. متحدی جامعه شهروندی برای رشد آسیب ناپذیر، انکشاف حقوق و آزادی‌های تشکیلات‌ها و فعال بودن جوانان در قبول جریان تصمیم‌ها. این همایش هم جزئی از این هدف‌ها بیان می‌گردد. برگزاری چنین همایش‌ها در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی و دیپلمات‌های کشورهای غربی از حکومت تاجیکستان بارها خواستند که بر رشد آزادی بیان مانع نشود. تاجیکستان در شاخص یا ایندکس امساله آزادی بیان که آن را گزارشگران بدون مرز روز 3 می نشر کرد 2 زینه پایین رفت و در مقام 155 جای گرفت. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.